شاهکاری‌های ادبیات جهان، بهترین نمونه‌های نظم و نثر جهان. شاهکاری‌های ادبیات جهان، نیروبخش معرفت، شکوفایی شعور و پرتوافشانی فروغ فضل و حکمت در خانه دل شما. از ارمغان معنوی شاهکاری‌های ادبیات جهان بهره‌مند شوید. شاهکاری‌های ادبیات جهان از رادیوی فرهنگ. درود به دوستداران برنامه‌های ادبی رادیوی فرهنگ. گفتارمان را از سلسله خوانش بدیعی شاهکاری‌های ادبیات جهان آغاز می‌بخشیم. گفتار سیوم را از روی رمان مارتین ایدن نویسنده آمریکایی جک لندن در قرائت عبدالجلیل امان بشنوید. کنی جورا جون های کن تراموایت را. یک لحظه پس جیمی الکی مشترنش را به کار انداخته نخستین دنبالگیری را که به تراموای جسته برآمدنی میشد زده دور کرد. همه مشتان را به کار انداختن. یاران جیمی زین پای درازرویی وگان بالاکشاد را اشغال کرده حمله رقیبان را قهرمانانه زده می گرداندند. زنازنی مارتین را به هیجان آورد. در نهادش شوق و غیرت جنگجویانه پیشتر بیدار شد، اما به زودی غم و غصه عادتی دوباره وجودش را فرا گرفت. او پیر بود. از یاران بی مغز و بی پروای ایام بیغمی جوانیش صدها سال کلان بود، اما او هنوز وطنی نو پیدا نکرده بود. مارتین را نه یار و دوست بود و نه خویش و تبار، نه آشناهای نوش از دایره بورژوازی، حتی نه این دختری که او قدرشناسی و حرمتش میکرد. فهمیده نمیتوانستند. مارتین این را با درد و الم از حسرت به خیال آورد. او دختر را با محلی کارگرنشینی بین کوچه ششم و مارکت استریت گسیلانید. با وی آشتی کنند مصلحت داد مارتین هنگام خوشباشی. آن جوانی را در نظر داشت که امروز تصادفاً جایش را گرفته بود و مارتین فهمید که لیزی چی گفتن میخواهد. دختر به سوی او یازید. در این حرکت از حکم فرمایی و گستاخی نشانه نبود. خدایا، فیخ کنان گریه کرد لیزا. من برای شما جانم را فدا میکردم و بناخواست خود را از آغوش مارتین وارهانیده به دروازه در آمده از نظر غایب شد. در چشمان مارتین به اختیار دانه های عشق پدید آمدند. مارتین ایدن غرغر کرد: تو یگان حیوانی وحشی نیستی و یک نیچه پرستی بیهوده‌ای. پیری آواره بگیرید زار زار. غرغر کرد و گنلی را به خاطر آورده. زندگی سرشار سهو و ننگ و آر. بله، عمر ما سرشار سهو و ننگ و آر. ننگی آفتاب ماهی اکتبر از چوب برآمد. ناشر به نام مارتین به واسطه پشت 6 نسخه فرستانده است و هنگامی که او باندرال را میکشد دلش عجب پریشان و ویران بود. فکر میکرد که این حادثه چندین ماه پیش از این باعث خرسندی زیاده میگردید و فارغبالی و خرسندی که الحال به او روی داد ذره به آن خرسندی شباهت نداشت. مارتین یک نسخه را گرفته به آشخانه رفت و آن را به ماری تقدیم داشت. این کتاب را من نوشتم، شرح داد او. تعجبی زنی را دیده. من آن را در همین حجره تنگ و تار نوشتم. مارتین در خیال هم نداشت که در پیش ماری خودستایی کند. او تنها میخواست زنی بیچاره را دلشاد کند. میخواست به اثبات رساند که سزاوار اعتقاد چندین ساله وی است. از اداره‌ای که ملاحظه هایی در گزیت و ژورنال ها چاپ شده را بریده به میزاجان است میفرستاند، هفته یک مرتبه به نام مارتین ملاحظه ها را راجع به ننگ آفتاب می آمدند. اما مارتین از این ملاحظه ها نیز خوشنود نمیگشت. نشریات سینگلتری، درنلی و کا ننگ آفتاب را از احتیاط همگی 1500 نسخه برآورده بود، اما نخستین تقریصا را وادار ساخت که مراتبه دویم 3000 و مدتی زیادی نگذشته این دفعه 5000 انتشار گرداند. یک شرکت لندن در اطراف نشر انگلیسی اثر به مذاکره سر کرد. از فرانسه و گرمانیا و مملکت‌های نیم جزیری اسکاندیناویا در خصوص شرط‌های ترجمه طلبنامه‌ها می آمدند. تنقید مکتب مترلینگ نهایت سری وقتی بود.
مباحثه سخت آغاز یافت. صلیبی و گکل نخستین بار از یک جو آب خورده ننگ آفتاب را دستگیری و حمایه می‌کردند. این حادثه به مثل و مانند است نوشته بود به مارتین شرکتی سینگلتری درنلی و که کتاب تنقیدی فلسفی همچون رمان به فروش می رود. مناسبتر موضوع یافتن دشوار است. بر علاوه مساعدتی وضعیت مددگار شد. از جمله برای رکلام $5,000 صرف کردیم. این کتاب جای اول را خواهد گرفت. در برابر این مشرف شدیم که به شما لایحه شرطنامه کتاب آینده تان را روانه کنیم. اعتبار دهید که ما حق قلمتان را به 25% زیاد کردیم. این معیار بلند حق قلم است که شرکتی مثل شرکتی ما کلان داده میتواند. شرطنامه را که امضا کرده فرستاده به شما فی الحال به مقدار $5,000 بونک فرستاده می شود. مارتین مکتوب را یک سو گذاشته به حساب و کتاب مشغول شد و 15 سنت را به 60,000 ضرب زد که حاصلش $9,000 برآمد. او در شرطنامه نام کتاب نوش را دودی خرسندی نشان داده با آن امضا گذاشت و یک جایه با 20 حکایه خرد که هنوز تا اصولی فلتانی گزیتا نویسی را آموختن تألیف کرده بود به ناشر فرستان. ماریا، من میخواستم که شما امروز ساعتهای 2 همراه من به شهر روید، گفت مارتین چک را گرفته. یا بهترش این خیل میکنیم رسا ساعت 2 در خمگشت کوچه 14 برادوی به هم وا میخوریم. ماریا در ساعتی تعیین شده به جای مقرری آمد. او عجب به شفق آمده بود اما گمان داشت که اجاره نشینش این دفعه هم کفشای نو خریده میدهد. آن واقعه که بعد وقوع پیوست مثل خواب عجیب یکم در خاطرش نقص بست. جنتلمن های آزاده و خوش لباس با تبسم کنان با مارتین و با یک دیگر صحبت میکردند. ماشینکت چخیر میکرد. یک کاغذ از 7 مهم امضا کرده بشد. در اینجا صاحبی حولی ماریا نیز حضور داشت و او نیز به کاغذ امضای خود را گذاشت. هنگامی که آنها به کوچه برآمدند صاحبی حولی به او گفت خوش ماریا، شما این ماه به من $7,000 نمیدهید؟ ماریا از حیرت محو و مات شد. ماه‌های آینده هم سخنش را دوام داد صاحب حولی. ماریا گویا صاحب حولی در حقش مرحمت کرده باشد با شکر سپاس او در آمد. هنگامی که مارتین از تنوع فرامده به سوی خانه میرفت پرتغال مرد او را مهربانانه جیغ زد برای چی شما اکنون از من چیزی نمیخرید؟ مارتین به وی فهماند که دیگر در خانه خوراک نمیپزد و پس دکاندار تکلیف کرد که همراهش یک شیشه شراب نوشد. وی مارتین را با بهترین شرابی که در دکانش یافت شد مهمانداری کرد. ماریا گفت آن بگاه مارتین، من از خانه شما میروم. خودی شما هم به زودی از اینجا میروید. اکنون میتوانید خانه را به یگان کس به اجاره دهید و در لئاندرو یا خیدورس برادری دارد که با خواجگی گاوهای جوشای مشغول است. خوش که باشد شما به میزاچایتان سرلباسشان را ناشسته میفهمید. ناشسته بازگرداندید و به سن لئاندرو یا هیدو آرتس خلاص به نزدی برادرتان روید. گوید که من با او گفتگو کردنیم. من در اوکلند در متروپول زندگی میکنم، بلکه یگان فرم نازی گاوهای جوشی را تگی چشم کرده باشد. اینک ماریا حولیداری خصوصی و فرمه گردید. او 2 مردی کار داشت که کارهای وزین را ادا میکردند و صرف نظر از آن که فرزندانش از سر و پا تامین و به مکتب میرفتند حساب جاری در بانک داشتش پیوسته میافزود. در ضمن این دایره خوانندگان به کی و چی بودن مارتین ایدن مراق ظاهر میکرد. مارتین از دادن معلومات ترجمه حالی به ناشران سر میپیچید اما از گزیته ها خلاص خوردن چندان آسان نبود. مارتین در افقهای ادبیات بزرگ مثل ستاره دمدار شتابان در گذر بود. پول دریا می آمد. شهرتش به حد می افزود، اما این همه او را خرسندی نمی بخشید بلکه خنده‌اش را می آورد. یک حادثه ناچیز مارتین را تماما واله و حیران ساخت و این حادثه یقین اهل جمعیت را هم به تعجب می انداخت. ضمناً اهل جمعیت از خودی حادثه نه بلکه از آن تعجب می آمد که این حادثه مارتین را واله و حیران ساخته است. سودیا بلاوند مارتین را به خانه خود به مهمانی جیغ زد. این حادثه که خود به سری خود حادثه بی اهمیتی بود باید به زودی برای مارتین اهمیتی کلانی پیدا میکرد. آخر مارتین سودیا بلاوند را تحقیر کرده با او با آهنگی ناروا گپ زده بود. اکنون باشد سودیا بلاوند او را در کوچه دوچار آمده به مهمانی خواند.
مارتین با تبسم تکلیف را قبول کرد و خود از گپ درایی خود شگفت ماند. در مهمانی که 6-7 نفر ذاتهای شریف با زنان و دختران خود نیز حضور داشتند، مارتین خود را در حال در مرکزی دقت حس نمود. مارتین فوجی منظومی خود را به یاد آورد و به جای شعرها آن را فرستاند. او آن را پیش از فرستادن یک بار دیگر خوانده برآمده از سستی و تمتراقی آن به حیرت آمد، اما به هر حال فاجعه را فرستاند. ژورنالی هر هفتینی کولمن به مارتین تلگرامه دور و دراز فرستاند که آن کمش به $300 افتاده بود. ژورنال تکلیف میکرد که مارتین 20 آچرک نویسد و برای هر یک آن $1000 وعده میداد. برای این مارتین باید از حساب نشریات به سیاحت شتات‌های متحده میبرآمد و موضوعی را انتخاب میکرد که به نظرش مرغوب مینماید. مارتین به شهرت خود چندان فریفته نمیگشت. کتاب‌های او را بورژوازی میخواند و بورژوازی بود که خلطه او را از طلا پر میکرد. مارتین بورژوازی را نقص میدانست، اما صرفم رفته نمیتوانست که در اثرهای او چیز دقتی بورژوازی را با خود میکشد. برای آن صدها هزار اشخاص که به آسمانی هفتم میبرداشتند و کتابهایش را تلاش کنان میخریدند، زیبایی آنها، معنی آنها یک سریم و ارزش نداشتند. آنها بودند که در وقتش با چنین نافهمی حیوان صفتی خود به افمریدی بریسیدن در افتاده آن را پاره پاره کرده بودند. همش تصادف. مارتین مثل پیشتر سخت باوری داشت که افمرید از جمله اثرهای آفریده او به نهایت بالاتر بود. میستر مارز با مارتین در دالان مهمانسرای متروپول روبرو آمد. آیا او تصادفاً و یا پنهانی آمده که امید داشت مارتین ایدن را دوچار آید؟ مارتین مولی تخمین دوم بود، اما هر چی نباشد میستر مارز پدری روف که مارتین را به درگاه خود راه نداده فاتحه‌اش را ویران کرده بود، او را به مهمانی خواند. مارتین نرنجید. او حتی رنجور حس نکرد. او سخنان میستر مارز را پر صبرانه گوش کرده از دل می‌گذراند که به چنین ذلت راضی شدن این مرد برایش چندان گوارا نبودگی است. روف باشد گپی دیگر. وی به مارتین به خاطر خودی او دل داد، به این ذره شبهه نبود. اما مارتین برایش هرچند عزیز نباشد، عرف و عادتهای برجو عزیز زورتر برآمدند. وی کارهای مارتین را پیش از همه برای آن نمیپسندید که آنها با او درآمد نمیدادند. وی به سانت‌های محبت از همین نکته نظر بها داد. روف نیز طلب میکرد که او به کار درآید. راست، روف به کار درآید نمیگفت و مقام پیدا کنید میگفت، اما آخر 2.15 است. همین طریق حالتی ناچیز کلان شده اهمیت پیدا میکرد. مارتین خود را سالم و بردم حس میکرد. سری میخوابید، اما حالتی ناچیز او را آسوده نمیگذاشت. الکیها همین اندیشه معنیش را سوهان میکرد. در یکی از روزهای یکشنبه در سر ضیافتی برنارد خیگین باتم روبروی صاحب خانه نشسته به زور خودداری میکرد که داد گفت و سخنان زر را به زبان نآورد. آخر همی این را من الکی نوشتم. انا اکنون تو مرا مهمانداری میکنی، یک وقتا باشد از گرسنگی مرم پروای نداشتی، دری خانت را برایم بسته بودی. برای از پی کار نشدنم رشته خویشتباری را کنده بودی، حالان که همه چیزهایم را من همان وقت نوشته بودم. اکنون وقتی که من گپ میزنم با تواضع خاموش میشینی، با کمال حرمت دیده برای من دوخته ای، هر یک حرف مرا با دقت گوش میکنی. من به تو گویم که پرتی تو از پاره‌خوران و فریبگران عبارت است، بجای آن که در غضب شوی خیرخواهانه کله میچونبانی و قریب که بله بله گویی. برای چی؟ برای آن که من معلوم و مشهورم، برای آن که من پولی بسیار دارم، اما نه برای آن که من مارتین ایدن بچه نغزم و عقل و تمیزم دارم. اگر من گویم که ماه از پنیری سبز ساخته شده است، تو به این فکر دفعتاً راضی می شدی، هیچ نباشد اعتراض نمی کردی، چرا که من از غرم طلا دارم.
اما کار را که در عوضش اینقدر طلا گرفتم من الکی ها کردم. در آن روزهایی کردم که تو مرا با یک پولی پوچک نمی گرفتی و در قطار آدم حساب نمی کردی. اما مارتین این سخنان را با زبان نآورد. از غم و غصه دلش کفم می گفت، اما از لبانش تبسم بردبارانه دور نمی شد. هنگامی که مارتین به تراموای سوار می شد و خیر خوش کرده بود به عائله‌اش و پیوندانش، خود را نهایت خسته حس کرد. در دلش نفرت و کراهتی زیادی به وجود آمده بود. او واپسین گشته به لوحه‌ای پردبدبه نظر انداخت. خوک غرغر کرد و تپتیار خوک. هنگامی که در ژورنالی مکینتاشری فالبین دختر با آرایش بهترین رسامان چاپ شد، گرمن شمیت بناخواست فراموش کرد که او یک وقتا این شعر را شعری بی‌ادبانه نامیده بود. این از هر رکلام بهتر است، میگفت او. پول هم صرف کردن لازم نه. وی را به مهمانی جیغ زدن در کار تکلیف کرد مرین. مارتین به مهمانی آمد و کوشش کرد که با قصاب یک لخت فروش فربه و با زنی از خودش هم فربهتری او به غایت لطف و مهربانی صحبت کند. اینها آدمان آبرومند بودند و با گرمن شمیت بر این جوانی که در زندگی به خود راه میکشاد سود رسانیدنشان ممکن بود. مارتین به خوبی میفهمید که خودش در حق او چی اندیشه ها دارد. او خود را به پشتکی کرسی تکیه داده گرمن شمیت را معاینه میکرد و خیالاً به بونی گردنی او مشتا میفراورد. مرین هنگام خوشباشی با دیده‌ای پرسیریش که مارتین را با آغوش کشیده به گوشش پیچی راست زد که وی مارتین را دوست می‌دارد و همیشه دوست می‌داشت. میدانی پول با وی بسیار داشت نمی‌دهد، گفت بگاهی به زنش گرمن شمیت. هنگامی که من با وی در خصوص فایز دهان کشادم غضبش آمد. میدانی وی به من چی گفت؟ با وی فایز آن طرف ایستد، پول هم لازم نبوده است. از 4 طرف تکلیف می‌بارید و مقداری آنچه اندازه زیاد شود تعجب مارتین همان اندازه می افزود. او در ضیافت یک کلوبی کهن‌ترین مهمان فخری بود. در دوره آدمان نشست که قریب تمام عمر درباره‌شان حکایه ها شنیده و کتاب ها خوانده بود. این آدمان به او می گفتند که در ژورنال هر ماهی ترانسکانتیننتال حکایی صدای زنگوله و در زنبوری سرخ پری و مروارید را خوانده در حال فهمیدند که نویسنده بزرگ به میدان برآمده است. خدایا از دل می‌گذرانید مارتین. من باشم گرسنه و تشنه تنلوچ و پایلوچ میگشتم. برای چی آنها مرا آن وقت یگان مراتب به مهمانی جیغ نزدند؟ آن وقت تبدیل میشد. آخر هر دو حکایم الکی ها نوشته شده است. در همه جا کار به همین صورت بود. بجایی که نرود هم در شب نشینی های ادبی در همه جا به او عین یک چیز رو میگفتند که برابر انتشار یافتن صدای زنگوله و پری و مروارید معلوم گشت که نویسنده بزرگ به میدان آمده است. اما مارتین را همیشه همان یک سوال دلبزن آسوده نمیگذاشت. برای چی شما مرا آن وقت مهمانداری نکردید؟ و اکثر وقت در چنین لحظه ها، در چنین محفل های پردبدبه، در پیش نظرش بناخواست جوانی عیاشی کمزولی دوباره به بر و کلاه استنسانی به سر پیدا شد. بار در آکلند در صبحانه کلوبی زنان همین حالت روی داد. هنگامی به صحنه برآمدن مارتین بناخواست در دورادور اندرون تالار جوانی عیاش را بدید. این در بر کمزولی در سر کلاهی برایش شناس داشت. 500 نفر خانمان آراسته و پیراسته یک بار قفا گشتند تا ببینند که نظری با دقت مارتین ایدن به چی دوخته شده است. اما آنها در راهروی خالی چیزی را ندیدند. مارتین ایدن همان دیده از او سونکنده اندیشه میکرد که آیا جوان عقل دوانده کلاهش را از سر میگرفته باشد. آنها مهمان مشهوری بناخواست به خجالت افتاده را دلیر کردنی شدند. مارتین به چی مشقت رویا را از خود دور ساخت، تبسم کرد و به گپ در آمد. دیرکتوری مکتب شخصی معتبر و خوشفعل بار مارتین را در کوچه دوچار آمده خاطر نشان کرد که بعد مارتین را برای عربده و زنازنی از مکتب حی کردن در ادارهش چی ماجراهایی که نشد. من صدای زنگوله شما را خواندم، گفت او،
آن را هنوز همان وقت خوانده بودم که بار اول چاپ شده بود. خیلی خوب. این از ادگار پو ماندنی ندارد. من آن وقت خواندم و گفتم خیلی خوب. راست. شما مرا در آن ایام 2 مرتبه در کوچه دوچار آمدید و مرا حتی نشناختید. گفتنیم شد مارتین. هر 2 دفعه من گرسنه و تشنه، گشنه و لرزان برای به گرو ماندن یگانه کسیوم میرفتم. شما مرا نشناخته بودید. حالان که همه چیزهایم را من همان وقت نوشته بودم. اکنون مرا برای چی شناختید؟ من دیروزک به زنم گفتم که اگر شما به خانه ما به مهمانی می آمدید خیلی نغز می شد. سخنش را دوام داد دیرکتور و زنم از من تولا کرد که شما را به مهمانی تکلیف کنم. ها، تولا کرد. به مهمانی؟ بنا خواست داد زد مارتین. ها، به مهمانی غرغر کرد دیرکتور. دست و پا خورده. هم تو می دانید به مهمانی معلم کهنسال. او نوازشکارانه دست به کتف مارتین زده ترسانچکی خود را با بی‌تکلفی هزل آمیز روپوش کردنی شد. مارتین چند قدم گشته باز ایستاد و از پسی موی سفید نگریست. چی بلا غرغر کرد او. از افتش وی را خیلی ترسانده. шунавандагони арҷуманд, шумо хониши бадеиро аз рӯи рамани Мартин Идени нависандаи амрикоӣ Ҷек Лондон дар қироати Абдуҷалили Амон шунидед. анҷоми гуфтори 30 коргардон Даврон соҳибзода шоду сарбаланд бошед.